اولین طرح از دیزاین های خلاقانه لباس که میخوام بهت آموزش بدم. طرح دلخواهت رو روی یه مقوا بکش و اون رو روی قسمت هایی از لباس که دوست داری قرار بده و دورش رو با خودکار حرارتی بکش. میتونی از ابعاد مختلف این طرح استفاده کنی. همونطور که میبینی من یه پروانه کوچیک و یه پروانه بزرگ دارم و توی قسمت وسط جلو و پایین لباسم این رو میکشم و با یه سری خطوط این پروانه ها رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا با استفاده از یه رنگ پارچه داخل بعضی از این پروانه ها رو رنگامیزی میکنم. خیلی ساده است، هیچ تکنیک خاصی هم نداره. احتیاج دارید به یه رنگ پارچه و یک قلم. اینطوری. حالا با استفاده از یک نخ روکار سفید یا هر رنگی که دوست دارین و با استفاده از سوزن شماره 16 دور پروانه هاتون رو دوخت بزنید تا یک حالت برجسته زیبایی به کارمون بده. و حالا طرح ما آماده است.